سودان، کشوری با تاریخچه غنی و پیچیده در شمال شرق آفریقا واقع شده است. از دوران باستان این سرزمین به عنوان یک مرکز تمدن شناخته میشد و پادشاهی‌های نوبیا در آنجا شکوفا شدند. در قرن 19 سودان تحت سلطه بریتانیا و مصر درآمد و این دوران تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و ساختار اجتماعی آن گذاشت. پس از کسب استقلال در نیمه قرن 20 سودان با چالش‌های زیادی روبرو شد. اختلافات قومی و مذهبی به ویژه بین مسلمانان شمال و مسیحیان جنوب به جنگ‌های داخلی منجر شد. جنگ داخلی اول 1950 و 1972 و دوم 1983-2005 نه تنها زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد، بلکه بحران‌های انسانی و اقتصادی شدیدی را به وجود آورد. در سال 2011 جنوب سودان به عنوان یک کشور مستقل جدا شد، اما تنش‌ها در شمال همچنان ادامه داشت. از سال 2012 پس از سرنگونی عمر البشیر رئیس جمهور پیشین، سودان در مسیر دشواری